دوستان سلام، وقت شما بخیر. آقا من الان در حال فتح کردن یکی از قله های بلند شهرستان سقز هستم. پهنای این قله شاید بگم 5-6 متره، یه قله گرد و کوچیکیه. الان دارم بهش میرسم. یه سوال دارم ازتون، روی این قله فقط توی همین قسمت این همه مگس چیکار میکنه؟ این همه حشره اینجا چیکار میکنه؟ اگر جواب میدونی برام کامنت کن ببینم کی بلده. انواع حشره اینجاست. حالا شما ارتفاع ببین، خیلی جالبه، خیلی.